آره امروز رفته بودیم بیرون دور بزنیم، یه پارکی پیدا کردم نشستم، یه دفعه دیدم یک چیزی داره میماله به من خودشو. آقا که شما باشی، یه دفعه دیدم این دختره خوشگل، انگار شیمکش هم باد داشت. بعد نمیدونم چرا هی میرفت میومد که من اینجوری یه دست بمالم بهش، هی میرفت میومد 500 بار این کار کرد. من خودم گربه دارم، گربه این کارو نمیکنه. کسی میدونه چرا این کارو میکرد یا نه؟ کسی دلیلشو میدونه دختر خانم چرا این کارو میکنه؟ و من اینجوری دومشو میگیرم، دوباره از سرش میاد برمیگرده تا تهش دوباره خودش میره. فکر کنم عشق اینو داره نازش کنی. آره خوشگل، چش زیبا، فرشته خدا. ای جانم چه اینجوری میکنی بابا؟ عزیز دلم، جیگر بابا، ناز باشه. نگاه 10 دقیقه است همینجوری میره میاد، سر تا پاش دست بکشم دوباره برگرده. چرا آخه جان؟ بابا جان 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 جان، ای جان دلم. که الان نازت نکنم ببینم چیکار میکنی. بیا میاو. خوشگل، سلام، اسم شما چیه؟ ای خدا، از پشتم میری میمالی؟ آره. اومدی. خب اسم شما چیه بانو؟ بانو یه چشم خوشگل، میشه من اسم شما رو بدونم لطفاً؟ خب سری هم نه خب که من فکر کنم حامله است یه جورایی، این چون شکمش یه ذره پهنه، بعد دست میزنم یه جوری میشه ممکشو. دوست نداره ممکشو دست بزنم. نگاه 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 اینجوری بر میگرده که میگه ممکی من دست نزن، من ممک تو رو دست دادم، مگه تو در ممک من دست میزنی؟ کسی میدونه چرا اینجوری میکنه؟ این هی میره میاد که دوست داره اینجوری سر تا پاشو بمالم. دوباره یالا میره برمیگرده، دوباره نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه کن. دوباره این بر بیا اینجا. نگاه، دوباره میره میاد. برو بیا برگرد، بیا اینجا اینجا. نه بسته دیگه.